بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة و السلام علی رسول الله. میخواهم یک روایت را به سمع شما برسانم که اصل پیدایش تکفیری ها، اصل پیدایش همین تروریست ها از کی بود، چگونه اینها به وجود آمد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آمدن اینها چگونه خبر دادن به شما تقدیم نمایم که بسیار مهم است. هر کسی که با خبر از اصل پیدایش این تکفیری ها باشد اگر هرگز به آن راه قدم نمیگذارد که این روایت ها در بسیاری از کتاب های معتبر حدیث آمده است، از جمله در صحیح بخاری، صحیح مسلم و باز دیگر کتاب ها آمده است. خلاصه روایت همین است که حضرت علی رضی الله عنه از یمن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک مقدار زکات فرستادند، یعنی زکات های مردم جمع کرده و پیغمبر خدا علیه السلام فرستادند و پیغمبر علیه السلام آن صدقات و زکات را در بین مردم تقسیم کردند. بعد در وقت همین تقسیم کردن صدقات یک شخص به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب کرده، گفت که اتق الله یا محمد، یعنی از خدا بترس ای محمد، عدل کن، برابر تقسیم کن گفته. چنین یک سخنی بیادبانه گفت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند اگر من عدل نکنم دیگر کی عدل میکند؟ اگر من به خداوند تعالی اطاعت نکنم دیگر کی اطاعت میکند؟ خدای تعالی مرا امین و امانتداری وحیش کرده به شما فرستاد و شما مرا امین و امانتدار نمیدانید. گفته بسیار قهرشان آمد. بعد برآمده رفت. نام این شخص حرقوس گفتگی، حرقوس ابن زهیر، از جمله منافقا بود است. این بعد یکی از صحابگان گفتند که بگذارید او را بکشیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند نه. این گفتند از نسل همین کس گفتند آینده کسانی میبراید که یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیه، از دین همچنان میبرایند که خیلی که تیر از کمان میبراید. یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، یعنی اینها اهل اسلام را میکشند، اهل بت پرست و دیگر کسها را کاردار نیستند. اهل اسلام مؤمن و مسلمان ها را اینها میکشند. از نسل همین، از پیروان همین شخص آینده چنین یک گروه پیدا میشد که ظاهرا مسلمان هستند اما کسبشان و کارشان کشتن مسلمان هستند، اما ظاهرا نماز میخوانند، روزه میدارند، تا اندازه نماز و روزه میکنند که حتی شما نماز خود را در پیش نماز آنها هیچی نمیدانید. مقصد بسیار نماز میخوانند، قرآن میخوانند، بسیار خوب قرآن میخوانند، اما لا یجاوز تراقیهم، از رگ گردناشون نمیگذرد. مقصد به قرآن فهم و درکی درست ندارند، عمل ندارند، رفتار و رویشاشون خلاف قرآن است اما ظاهرا قرآن میخوانند، از قرآن سخن میگویند، کارشان باشد عملشان باشد کشتن مسلمان، تگیپا کردن احکام شریعت. این گونه خصلت ها دارند. همه علما میگویند اینها گروه خوارج هستند. خوارج که در زمان حضرت علی خروج کردند. همینها در زمان حضرت علی پیدا گشته فعالیت خود را آغاز کردند. یکم سرشویش همون
ذوالخویسره باشد اگر، ذوالخویسره این لقبش و نامش حرقوس ابن زهیر خیلی گفتیم. انا همین سابقه آنها، اولین امام و پیشرو آنها انا همون شخص می باشد که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انا همین گونه به آدابی کتی مناسبت کرد. پیامبر علیه السلام چنین آزار و اذیت داد. انا دیگر پیامبر خدا با نور نبوت دانستند که آینده اینها چگونه گروه می سازد، چگونه پیروان دارد، در عالم اسلام چی فتنه و بلای و آفتها را پیدا می کند. از همش خبر دادند و گفتند که احتیاط کنید از همین ها. پس اگر پیدایش آنها با نام خوارج از زمان حضرت علی رضی الله عنه عملیات آنها آغاز شده باشد، اگر در زمان ما همین باقی مانده آنها با نام وهابیه ادامه کاری آن سابقان خود را دوام داده ایستاده است که همه علمای اهل اسلام، علمای اهل سنت و جماعت در این زمان ما هم به اتفاق میگویند این تکفیری ها، سلفیه و وهابی ها، اینها خوارج عصر هستند. یعنی خوارج عصر ما انا همین پیروان رویه سلفیه و وهابیه هستند که عمل آنها تروریستی است، تکفیر است و گذشته آنها عبارت از انا همون خوارجی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به آدابی کرد و در زمان حضرت علی فتنه را آغاز کردند. سابقه آنها، گذشتگان آنها عبارت از انا همین ها هست که کسی اگر از این باخبر باشد البته که حذر میکند، احتیاط میکند که اثرات آنها سرایت به او نکند، فریب آنها را نخورد، از آنها فرسخ ها دور باشد. الله تعالی ما و شما را از شر آنها در پناهش نگه دارد.